جزا از جنس عمله. مواظب عمل هر چی که کردی در همین دنیا میبینی. یکیش زناه، دویمش قتل، سومش اطاعت پدر و مادر. چی نموده که کردی از اون بدتر در این دنیا میبینی. زناکارای امروز دیگه زنا دارن. والله قسم اون نموده که تو دل میاوی به زنا منی، هر یک دلیوی هست که احوال خواهر تبربی. اگر تو دل میاوی زنا منی احوال مادر تبربی. والله قسم یه برادر در همین جنو زناکار بود، مادرش از اینا دیده که از این 60 بالا هست. گفت رسول خدا اگر دختر نداری، اگر پدر مادر هیچی در دیوار زنا منن، والله ای 60 بالا هست. اوی محلی که شهوتش مردگی هست، مکش قاقسیدگی هست، والله با زنا خبیدن مادرش ای 60 بالا. تو در اینجا زنا کن. موافق روادت طب معلومه که زن از 40 بالا رفت شهوت نداره، احتیاج به شهوت و زنا نداره دیگه، و هم خوابگی براش دیگه مطلوب نیست. لیکن وعده رسول الله کجا میبری؟ مادر شهوت نداره مایلش، وعده رسول الله کجا میبری که در بالات اومد؟ بعد یک چیز دیگه تصور کنید، به سبب زنای ما و شما امروز قد بازارای شهر رو ببین. یک برادر همینجا زنا میکرد، یک زناکار لعین برادرش هم نگیر و طول درسی کار میکرد از مردمی وادی بود. در روز دوشنبه میرفت $1000 هر یک رفتگیش جدا میکرد و یک خانه رو ارنده میگرفت و یکی از همون زناکار ممرادش میگن همین مبلغ میداد، تو $20 یا $30 هر شب باروش یک دختر نو میومد. یک روز نشستگی میگه که برای من که از وادی هستم یک دختر قشلاقی میاد. این حیات واقعیه والله، یکان خیال نیست اینجا. وقتی که میارم میدونمش میگه سر دهنش بزنی توزه کنید که قلاق بو مینه. وقتی سر دهن میشوه توزه من در درون خونه میاد تا که چودرش مینن برای زنا پیش داخل میشوه. وقتی که روماش ایبالاش میگیره والله خواهر خچه در همون میبینم، خواهر خچه میبینه که برای زنا پیش آماده کردنش. یک تکش مردمی وادی در همین حالت وقتی که به زنا دایم دست میزنه درون شهر دختر عمش هم میبینه که برادرای عزیز این اسلام جای خیالش نیست، در خواهری کردی نینن و دیگر قصه های حیات. والله همین چیزی که رسول الله خدا ای جزا جنس عمل ذکر کرد، شما در حیات زناکارا ببینیش پس ایمانتون کامل کنید. در اسلام چیزی را پیشکی به شما خداوند اما نمیگه که ایمان بیاور به همین، در حقیقت واقعی حیاتون بینیش. زناکارا را شما بینید حالشون چی هست. بعد از این 2 دقیقه حالتی که ارتیاح نفسی در زنا میشود، 2 دقیقه یک حیات آبادیه که در اون جنت اهدش میکش. حورهایی که روی مال سالش 10 برابری زمین آسمان نرخ دارن، 10 برابری زمین آسمان. یک روی مالش رسول الله میگه که اگر آب دهن یک تک در بحرهای شور دنیا بچکه یک قطره، بحرهای شور همه شیرین میشوند. خداوند در قرآن میگه که هر باری که قطع شهوارش خوب میشود باز میگرده و دختره باکره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر سرش یک پور از آسمان درون کنه شب باشه روز میشود، اما روشن میشود و بوش بین زمین و آسمان فرا میگیره. ولما تاب بینهم، همچنین حورها آماده جوانی که نفس خود را از زنا باز داشتند. یک جانب دیگری در تاجیکستان زنهای خانه‌نشینه که سبحان الله، زنهای خانه‌نشین در خانه نشستگی هستند، اونا بیرون نمیرن، کوچه نمیرن. 3600 تا چند تا گفتن نمی یک دختر در چی هست فقط از 23
3 سال چند تا پیشش با کسلای علمی میگن سپید سیفلس تریپت گرفتار شدن. شما تصور کنید زنای ما و همسرای ما عفت پاکی میگیم، اسلام میگیم، سپید داود چکو مینه تریپ داود ای کجوشی ای همینجا رفت، ای همینجا رفت، ای او فرزند میشه. چی فرزند میشه با؟ سبحان الله. امت مسلمان خداوند جل و علا گفت که امت مسلمان باید با قوت باشه که خداوند خودش با قوت امت دوست می‌داره. قوت امت یک نیمش در زنا رفت، قوت امت یک نیمش ای فرزندای زانی چی تولد چی؟ با کسل‌های گوناگون، شال کور گنگ. امت مسلمان با طریق زنا هر سال 1 میلیون چند ای سپید میمرن، ای ایدز. و در برابر همه این ناموس مسلمان در عرض مسلمان هست. عرض مسلمان که گم شد مسلمان خود اهمیت نداره، آیا در نبودنش خوبه. مسلمانی که دختر شد در بالای زنا دید اون مسلمان باید دون بره، زیرا که در بالای زنای خودش سبب شد تو حالت دیگری از روز قیامت که تو به سبب زنا دخترت زانیه شد. روز قیامت وقتی که دخترت یا مادرت یا خواهرت به سبب زنای تو به جهنم میکشد، تصور کن خداوند ندا میکنه که خدایا در زنای من کی سبب شد؟ میگه فلانی، بیارش. دو گروهی از مردم اصحاب یمین اصحاب شمال در بینش تو به بعض از روایت‌ها اثر زنا در پیشونیت، آلت زن در پیشونیت، آلت مرد در پیشونی دختر یا خواهر، کسی که به سبب زنای تو زنا کرد و دست چمه گیری و پیش خدا میره و خودستی خداوند جل و علا بالای عرشش نشستگی و از تو سوال میکنه که خدایا بپرس پدر من که چو در زنای من سبب شد. این حالتو والله حالتوی نیستن که مؤمن در این باید فکر نکنن. و دیگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما یزنی الزانی و حین ما یزنی و هو مؤمن. اگرچه لفظ حدیث معنای دیگر داره، علما میگن که وقتی که زانی بالای زنا شروع میکنه همون ایمان و یقینی که به خدا داشت از اون وارد خارج جدا میشود، چون که متیقن به خدا، یقین داشته خدا نباید معصیت خدا را انجام بده. اون امام میگه اکنون این دم که به اینجا رسیدی من از تو جدا نیستم، من از تو جدا نیستم که تو یقین به خدا را در یک راحت 2 دقیقه فروختی، باوریت به خدا در 2 دقیقه راحت فروختی. کوشش کنید برادرای عزیز تا امروز همین قدر آفت ها عیوی زنا برای امت مسلمان بس است. شما کوشش کنید تو این حالت ها را قریب نشه که از امت امروز ناآرام است. چون که طلب کردن برادر شخصی که زنا میکنه و نماز میخونه حکمش چیه؟ اون باید که اول ابتدا به اصلاح وضع باید که زنا را کنده کنه که زنا را موضوع که چقدر بدی دادن. بعد از این باید که توبه کنه، توبه نصوح که خداوند جل و علا اون معصیت‌های از من صلی الله علیه و سلم کنه. سوال دیگه نیست. اگر شما باید رکه بگیش، هر ساعت بگیش، اما هدایت در دست خدا جل و علا. اما شما امر معروف و نهی منکر و گفتن عیوب بس نکنید، چون اگر بس کنید نزد خداوند جواب میدید. دوکی برو شیخ و بعد شما اومد شما احقتری در مکانی که پیش از اون استقامت میکنید. اصلا باید جامعه اگر
دولت اسلامی باشه وجود کور حق باشه اصول او را همچنان ضربچه که در میگردن نشین هم خیلیشن نامدش میدن. اما افسوس که امت محمد صلی الله علیه و سلم امروز به تعارض نسبت شیوع زیاد بود هدف گم شد. یک بار حضرت عمر میشه یا که دل میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم اوز میکره نشون میده چخش میگی چخلی چی میگی کسلا لیچنش اصول آیا فقط براش نداره. اونایی که غمی امت هم میخرن نداریم دوای اونا طوری بزرم نه علاجش اصول آیا. خب سوالات دیگه نیست. اما این که دوستای رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه فقط سوال گروه از گروه اهل تشیع محبت به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم ندارند. خب آیا خداوند عبادت اینا را قبول میکنه؟ خداوند جل و علا در قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را. قرآن عمل کردن ایمان آوردن به قرآن ایمان آوردن به خدا بدون ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم قبول نیست و ایمان آوردن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و قرآن بدون ایمان به خداوند جل و علا قبول نیست. این هر دو متسلسل به هم دیگرند. ایمان به خدا و رسول خدا و عکس ایمان به رسول خدا و الله سبحانه و تعالی هر دو به یکدیگر قبول نیستند. اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب محبت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب محبت خداوند جل و علا میفرماید که محمد رسول الله والذین آمنوا معه. محمد رسول الله و آنانی که ایمان آوردن با محمد صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی صحابه هایی که همه در اطراف رسول صلی الله علیه و سلم در دین خدمت کردند. خب و خدمت ایشان نسبت دین ما و شما با این گونه معصیت زیاد مون. اگر محبت به اونها داشته ما احمقیم. رسول الله میگه که اگر در اسلام خلیفه یعنی وزیر گرفتن جانشین گرفتن اجازت می بود من ابوبکر خلیل می گرفتم. خلیل میدونی وزیر اگر اسلام به خلیل دستور میداد ابوبکر خلیل من میشد. ابوبکر جانشین من میشه یعنی که جانشین پیامبر صلی الله علیه و سلم که جو بود ما که جو. و دیگر اینکه اون گروه شما میگه در زنای همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنه عایشه عقیده دارند که براءتی مادرمون عایشه را خداوند جل و علا در قرآن ثابت کرد. در قرآن گفت که عایشه زانیه نیست و اونا مرادف قرآن و مخالف قرآن میگن عایشه زانیه است. فعیاذ بالله. و کسی که نسبت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم طعن میزنه یک ایشان را دشنام میتیه کافر است. و روایت اجماع اهل جمهور چون که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم اونایی را که اونها دشنام میتیند رفتن از مبشرین به جنت هم کار اینجا حاصله شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را بشارت به جنت داد. اونها را بشارت به چی داد؟ به جنت داد و اونها اصحاب جنت هستن. فعلا در این شرط نیست موافق عقیده اهل سنتی و الجماعه. اما اونایی که در اهل جنت بدن اونها شک دارن و در حالت معیشت اونها شک دارن و برای خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده های گوناگون دارن و آنچه که فتنه بین اهل سنت و اهل تشیع است اینا دلیل موجود ندارن. اینا اصلا ابتدا از عبدالله ابن سبع الیمانی یهودی به نام عبدالله بود در یمن استقامت میکرد. در عهد خلافت به وسطای
حضرت عثمان رضی الله عنه اومد و در لباس اسلام طول 7 سال برای تعلیم دادن مردم مشغول بود. در این زمان پیروای زیاد پیدا کرد. وقتی که خلافت باید به حضرت عثمان میگذشت، اینم طلبی وظیفه کرد. اگرچه اونا میدونستن که وظیفه‌اش میدادن، این یهودی کارهای بسیار میکرد در اسلام. وقتی که وظیفه معنیش کردن، علیه خلفای راشدین فتنه انگیخت با دعوای حب آل بیت. گفت ما باید آل بیت پیامبر را بیشتر دوست بداریم. اینو در حدیث میگه که هرچی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امور خلافت صحابه را داشت، یعنی که از عنایت خداوند جل و علا بود. حدیث اول در باب ابوبکر و خلافتش. یک چند دلیل است که زنی آمد برای رسول صلی الله علیه و سلم فتوای سوال کرد، گفت فردا بیا. اگر گفت فردا بیایم و تو رو نیابم، گفت ابوبکر همینجا خواهد. دلیل دوم برای خلافت ابوبکر بعد از رسول صلی الله علیه و سلم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و ابوبکر در نماز بعد پیش گذرانید که چی؟